یه هوش مصنوعی است که میتونه متن رو به عکس تبدیل کنه. NVIDIA AI. اول نصبش کنین. اینجا هرچی دوست داشتین بنویسید و بعد گزینه Create AI Short رو میزنید. یکم پایین میاین، اینجا هیچ ایدیت نمیخواد، فقط اون بالا ویدیویی که میخوای رو تایپ کن. مثلا من مینویسم یه سگ از خیابان رد میشه. خب اینجا موزیک بک‌گراند، زیرنویس، صدای گوینده. از اینجا زیرنویسمون رو هم فارسی میکنیم و اینجا صدای مرد رو انتخاب میکنیم و اینجا یک صدای صاف رو انتخاب میکنیم. ویدیوی شما آماده است. اگر برات مفید بود چنلمون را حمایت کن.